خلق هم به شما در روزهای نیک تو خدمت کنند. فرزندهایتان چی کنند؟ به حکمت میگفتند که دعا می‌سازند. به لقمان حکیم سوال دادند. به این مرتبه‌های بزرگ چه رسیده؟ لقمان حکیم پاسخ دادند با دعا. انا همین چیز دعای خلق، دعای پدر و مادری که شب و روز در خدمت خلق باشند. همین یک فرصتی که یافتی به خدمت پدر و مادر میشتابی، خداوند اجرش را دهد. یا همیشه تنظیمت گل سبیتی ثبتی جمعیت باشه.